و فعلا دوستان عزیز رقابتی ورزشگری ما سامان محمدبکов رو این داور درجه المپی از کره جنوبی داوری خواهد کرد. در رقابت دوم سامان محمدبکov در مقابل طاهر بوتبول قرار میگیرد. طاهر بوتبول در آغاز رقابت فصلهای سال، یعنی در تل-آویو در وطن خودش، در یک ثانیه آخر از بهروز خواجه‌زاده شکست خورده بود که واقعا هزاران تماشابین یا بیننده که از نزدیک تماشا میکردن آن رقابت رو حیرت زده شدند. ولی ببینیم سامان محمدبکov در مقابل طاهر بوتبول اسرائیلی چی کار میکند، از کدام روش استفاده میبرد. طاهر بوتبول به هر حال طی چند فصلهای آخر جودوی جهانی یعنی درخشان ظاهر شده بود. او در موقع 12ام بیستگانه بهترین ورزشگران جهان قرار دارد در وزن 73 کیلوگرم. ولی تا اینجای کار بجز از یک مقاومت به نتیجه طاهر دومین کارد زرد جزا به طاهر بوتبول با سبب حرکات دروغین. و به نوارهای تدریجی داور مرکز اشاره میکند که توجه باید کرد و ببینیم که آیا در حقیقت حرکات آخری طاهر بوتبول دروغین بود یا نه. به هر حال برداشته می شود کارد زرد دوم با نشان دادی 1-0 از نظر کارت های زرد. سامان محمدبکov تا اینجای کار پیش صف است. ولی در برابر یعنی حرکات تاکتیکی یعنی هر یک ورزشگر را ضرور است که واقعا با روش های فنی اگر بیشتر توجه کند و بندهای فاخری کشتن جودو را نشان بدهد یا اکنون مقاومت نادرست یک کارد زرد دیگر جزا طاهر بوتبول نیز از صد سامان برکنار خواهد شد. ولی تا ثانیه های پایانی وقت اساسی فرصت هست. سامان محمدبکov باید تلاش کند، کوشش کند تا از لحاظ فنی امتیاز به حریفش واگذار نکند، وگرنه از لحاظ حرکات تاکتیکی سامان محمدبکov بسیار به مورد و خوب خود را اینجا وانمود میکند. فقط یک اصول پرتابی ولی طاهر بود که از دست فقط یک اصول پرتابی را اجرا کرد. این هم هیچ ثمری نبخشید. و با سبب کمکاری و سامان محمدبکov کارد زرد جزای دوم و همین طریق از نظر شیدوها نتیجه برابر هست. دقیقه آخری رقابت است میان این ورزشگران. طاهر بوتبول اسرائیلی در مقابل سامان محمدبکov. یک اصول ضربه‌ای اشی به نتیجه و ببینید کمتر از یک دقیقه دیگر. اما اینجا یک حرکتی بود که احتمال داوران به نوارهای تدریجی توجه کنند، ولی نه.
рақобат идома меёбад. дӯстони азиз, сонияҳои поёнӣ вақти асосиро бубинем ки чӣ гуна сипарӣ мешавад. Тоҳар Бутбул низ аввалин иштирокро дар мусобиқоти мастерс таҷриба мекунад ва ҳам Сомон Маҳмадбеков. вале ҳарду ҳам дар гран-при ва гран-сламҳо иштироки зиёд доштанд. Сомон Маҳмадбеков ягона ҷавоне ки миёни ҷудоварзони тоҷик ба гирифтани унвони чемпиони ҷаҳон сарфароз намудааст. вақти асосӣ ба анҷом мерасад дӯстони азиз ва бубинем доварон чӣ қазоват мекунанд ва дар кадом маврид. шидои сеюм ба Сомон Маҳмадбеков. воқеан як бохти нанговар барои Сомон, чунки аз лиҳози на фанӣ, балки фақат бо 3 корди зарди ҷазо як тарзи доштани нодуруст